خدایا از پدر و مادرمان دیدن، خدایا از محبوب ترین آن چیزی که در دنیا داریم، خدایا محبت خودت را مقدم در دل ما بگذار. خدایا محبت حبیبت را در دل ما جایگیر بگردان. خدایا محبت دوستانت را از آن جمله این چهاریار پیغمبر را در دل هر ما بندگانت باز هم خدای مهربان زیادتر جایگیر بگردان. خدایا فردا وقتی جان ما به حق تسلیم میکنیم، این کلمه زیبای لا اله الا الله را از زبان ما رانده بگردان. خدایا با نور ایمان سفر کردن هر کدام ما بندگانت را نصیب و روزی بگردان. خدایا در قبر که حبیبی تو گفت القبر صندوق العمل، القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفور النار. قبر باغ از باغهای جنت است یا چاه از چاه دوزخ است. خدایا قبرهای ما بندگانت را و باغ از باغهای جنت مبدل بگردان. همه فتنه ها را خدایا از قبر ما بالا گردان. خدایا روز قیامت ما را از صف مؤمنان، از صف شهیدان، از صف نجات یافتگان سربرداشتن به خدای موفق بگردان. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان. بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردان. مسافرهای ما را خدایا صحت و سلامت به خانه‌دارشان بساز. خدایا در جمهوری ما همیشه آرامی، یکدیگر فهمی، یک پارچگی را بر دوام نگهدار. رهبر دولت هم برای بهبودی و برای آرام گردانیدن و از هر حالت مشکلات برآوردن این خلق سعی و کوشش میکند، نقشه ها میکشد. خدایا در نقشه های میکش همیشه موفقش گردان. توفیق و هدایت خدای نصیبش گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمين یا رب العالمین. سبب تأخیر من هم که هیچ وقت نمیخواهم دقیقه هم تأخیر کنم و هر جا هم که دعوت شوم دیر آمدن و از ساعت معین شدن قفا ایستادگری را هیچ وقت برای خود خوب نمیبینم و این از آداب اسلامی هم نیست و این از حکم شریعت هم نیست. فقط مجلس کلان در حکومت شهر در حضور جناب مفتی و ایشان سعید جان از حال گذشت و اونها خواستن که جمعه را در همین مسجد ما و شما ادا کنن و خودشان پیشنهاد خودشان بود که ما همونجا جمعه را میخوانیم و این خاطر کمی من راه اونها را همچون مهمان گرامی انتظاری کشیدن، تأخیر کردن و نزد شما درآمدم. جمعه گذشتن برادرای عزیز و گرامی موعظه ما همون موعظه پیشینه حضرت عمر، حیات، تقوا، خدا ترسی، عدالت، تواضع ایشان بود. حضرت سعدی خدا رحمت و مغفرتش کند میگوید ز خاک آفریده خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریده چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی هولناک، و بیچارگی تن بینداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمی، از آن ایرو کردن از این آدمی. چی معنای بلند دارد و خدا چی معنای خیلی بلند دارد. حضرت میخواهد گردن متکبران رو شکند، میخواهد که متکبران، میخواهد تکبران، میخواهد آدمانی که
گردن بلند، آدمانی که انسان حقیر میشمارند، میخواهد که اونها را از این بیماری تکبری نجات دهد. خواهش حضرت سعدی همین است: ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. چگونه ای که خاک افتاده است، چگونه ای که خاک زیر پا است و در زمان مردم ما و شما چنان گفتگویی هست که انسان باید خاکسار شود. مثلا یک سخن خاک، کلمه خاک در اینجا استفاده می شد که خاکسار شدن در کار. مقصد از خاکساری این است که تکبر شدن در کار نیست، بلند هوایی کردن در کار نیست. حضرت سعدی هم همین در نظر گرفتن: خداوند تو را از خاک آفریده، پس افتادگی کن همچون خاک. مثل خاک افتاده باش، مثل خاک عادی باش. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. ز خاک آفریده چو آتش مباش. هیچ وقت جهانسوزی را، هیچ وقت حریصی را، هیچ وقت گردن بلندی را برای خود اختیار نکن. میگوید زمانی که مثل آتش نشو، مثل نار نشو. چو گردن کشید آتشی هولناک، و بیچارگی تن به انداخت خاک. وقتی آتش خدا میگه من افروختم آفریدم، یکی یک باره گردن زد و یکی یک باره بلند شد. فرزند آدم میگه از خاک که شدی مثل آتش نباش، زیرا که چون آن گردن کشید این کمه و این خاک افتادگی کرد، آتش که گردن بلندی کرد از آن دیو کردن از این آدمی. خدا را میگه این گردن زنی آتش خوب نآمد و از آتش شیطان آفرید. خاک یک بیچارگی کرد، خاک گردن بلند هوایی نکرد. بهترین موجودات و مخلوقات آدم علیه السلام و فرزندهای او از خاک آفریده شد. حضرت عمر رضی الله عنه از جمله آدمای با تواضع بود، نه به منصب نه به حاکمیت، به هیچ مال دنیا تکیه نداشت. حضرت عجیب عادتی داشتند. باری در کوچه های مدینه می گشتند و ناگاه دیدن یک مرد همراه یک زنی در کوچه بسیار نزدیک ایستاده و صحبت دارند. حضرت عمر را این عمل این جوان پسر و این جوان دختر بسیار ناراحت کرد. در دستش یک شلاق داشت، یک دره داشت. آمد و با پشت این مرد یک ضربه زد. گفت این مرد گفت بنده خدا از پروردگار حیا نداری؟ آیا جای صحبت نیافتی؟ شما کوچه های مدینه را برای خود جای صحبت اختیار کردید. چگونه که امروز جوانان مسلمان ما هم این رو قبلا در روزها بود، این رو در مردم ما و شما مردم مسلمان، اولاد اجداد و مسلمان دست در زیر کشیدن کوچه و کوچه سیر میکنند. عیب است و خدا قسم شرم است. این جوان مردی نیست. این نشانه را ندارد که تو زن خودت را دوست می‌داری. این نشانه را ندارد تو محبتی بر زن داری. من جانبدارم که تو زن را دوست دار، زنت را احترام کن، لیکن این احترام ندارد که تو در تنی کوچه دست در زیر کشیدن و با چشم هزارها مرد مسلمان نمایان بگیری و خدا بجز از تو یکان خطر و ضرر در مردم مسلمان پیدا نمی‌شود. من باوری کامل دارم همون زمان دست در زیر کشید هست، لیکن وقتی دشتان کرده بوده ایستاده ای، یا شاید نیم ساعت بعد هر دو شما در همون یک قهر و یکان مناظره و یکان جنجال را در همون راه برپا کنید، یا شاید یک کسی شد نه پدرش ماند نه مادرش ماند نه خواهرش ماند. شاید یک هفته بعد تو باید از خانه پیش کنی. این دروغ است. این زیر کش کردن معنای محبت را ندارد. برادرای عزیز گرامی، شما اگر مدنیت می‌خواهید، شما
قرن 21 زندگی داریم. امروز کیهان در بالای مهتاب می‌نشیند، علم ترقیات کرده. اگر شما این خواهید، من برای شما قسم به خدا این خبر میدهم، سخن فردوسی بزرگ است. زنان را پس است، زنان را پس است، همین یک هنر نشینند و زاین شیرانی نر. این بهترین توصیه از جانب فردوسی است. برادر عزیز و گرامی، زن مادر است، زن دوست دار، زن احترام کن. بر قدر زن درخت پاسبان خانه است، لباسشویت است، از راه‌های حرام نگاهت می‌دارد، برای تو فرزندان خوب و زیبا و قدرتی پروردگار می‌زاید. لیکن معنی را ندارد که در زیر کشی تو کوچه به کوچه من به خدا قسم همین منظره ها را می‌بینم، بسیار ناراحت می‌شوم، بسیار ناراحت می‌شوم. روزی بار حتی خدا کند جوان‌ها را پیدا کند که همونها را پیش راست نگیرند، به طریق سیاست نه، با طریق دهشت و دشنام نه، همینقدر گویم که این نه سنت باوری است نه سنت پیغمبر است. این از شما و شما هیچ فایده نمیبخشد. خواهر عزیز، دادر عزیز، میلش برآمدن شما به کوچه هیچ ممانعتی ندارد وقتی اگر شما از قاعده و قانون اسلام بیرون نشوید. لیکن پهلو به پهلو صحبت کمک کرده رفتن گیریم، دستاتون از زیر کشی یکدیگر خلاص کنیم. این عیب از شرم است. برادر عزیز و گرامی، حضرت عمر رضی الله عنه که حبیب خدا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و عضوا علیها بالنواجذ ما را امر میکنند، ما را سفارش میدهد، معلم کن، رهبر کن، مهربان برای امت، گریه کننده کل شب برای امت، شفاعت کننده کل امت‌های گناهکار در روز قیامت. میگوید همیشه با سنت من پایبند باشیم، از سنت من دور نرویم، همیشه شعائر من هر چیزی که شما را امر کردن اجرا کنید. حضرت عمر ناراحت شدند، شلاق بر پشت این مرد زدند، گفتند آیا این کوچه جای جمع شدن شماست؟ آیا شما وقتی صحبت میکنید با یکدیگر میدانید جامعه از صحبت شما خراب میشود، پراکنده شوید روز. این مرد سیاست عمر دیدگی آدم شیطان که از سایه عمر میگره، انسان دیدگی عمر را یک حیبت او را فرا میگیرید. دیدگی آدم از حیبت و از جسارت و غیرت عمر وجود شد ارزه میگیرید. برای چی بود؟ به خاطر که عمر از خدا میترسید. وقتی آدم از خدا ترسد کل مخلوقات از او میترسد. بیایید من این پسر اینجا گذارم یاد محمد خدا رحمت کنه، صاحبای کتاب و گویبان قصه ها شدن میخوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود میگوید در قد راه می آمد، در زیر بغلش یک شیشه عرق داشت. ولی امروز مسلمانای ما در جیوانان ها زیباییش قرآن است، قرآن وجود ندارد که در جای قرآن عرقی که باید دوزخ ببرد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده از خانه و از شکمتان دور گیره باید برای زیبایی در خانه بوده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جواب پا و دستش شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خوب نمانده بود. لیکن بدل چی بود؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که من این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمیشم. خدای مرا از این عمر خلاص کرده. وقتی نزدیک آمد، عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد، گفت سیرکا دارم. سیرکا هست، سیرکا را شما میدن اکسوس میگه، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوان گوش انداخت، گفت از بغلت بیرون کن، گفت تا که من بینم. این جوان که از سیک توبه کرده بود و سوی
پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود پروردگار او را الله که بسیرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآمد حضرت عمر دید نمودی ویا مزه او را که دید سرکا بود، پس در دستی بود تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایت چی گفته بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند الله گناهاش را میبخشد، الله گناههای او را میبخشد. دوم اینکه یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سرکا را عرق و سرکا مبدل کرد، هر شخص از خدا ترسد دیگر چی جای بخشی اوست. حضرت عمر شلاق که بر پشت این زد گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست، گفت پراکنده شوید. گفت این مرد گفت، عمر گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخن همه را گوش میکرد، سخن همه را گوش میکرد، عادی بودن. وقتی گفت خطا کردید حضرت عمر وجودش لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر و یاد حضرت عمر آمد چیکار کرده باشند؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمده. این زنی که میبینیم این زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زن بیگانه نیست. لیکن ما در این شهر شما مسافریم، نمیدانیم که مسافر خانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمان خانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کنیم در کجاست. همین خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شد دیدن شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمن ها، شما تصور کنید سردار مؤمن ها، شخصی که سخنش در امپیری فارس و در امپیری روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تو همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری از پیش من تو سلامت نمیروی. ببینید قصد، ببینید تواضع حضرت عمر را ببینید. جوان شلاق را گرفتن، گفتن امیر مؤمن ها گفتن من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دویم باز زن رو قصاص را بگیر. گفت من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را. گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاق از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوض که من را بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را که میکنن باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را میکنن. یک برادر ما و شما با یک برادر قهریت میگوی رو از کن کس تو عذر خواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فرار گرفت است که پیشی وی قدم بزند. دیگر من رو چرا من میروم؟ او کی است خودش؟ این جمله هایی هست که ماها را وسواس شیطان است میگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم گیریم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فقر داریم، ماها بسیار کبر بدن داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضع‌های ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باور میکنم و خدا قسم همین 10 سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادن، رئیس بودن، سردار حکومت بودن، اگر 10 جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم صحبت ها باقی هست، صحبت های می شود. بیام میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلام ما و شما عمر عادل وجود دارد. همه ما و شما عمر عادل میگوییم. و این چه عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه عرض کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد
صلی الله علیه و سلم میگوید سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعوا عليه وتفرقا عليه متفق علیه. حدیثی هست که همه سی تا روایتش میکنن. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا شما با دقت باشید در این حدیث. بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنید که از جمله این انسان ها باشید. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنید ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنید که از این 7 طایفه باشید. اگر کدام تو از جمله این 7 طایفه شده پروا نکنید، غمگین نباشید، دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله 7 طایفه باشید. اگر شما از جمله 7 طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این 7 طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روز هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل همه در دربه این روز هستند. روز قیامت چنان روز هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خواب براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت‌هایی که در شأن قیامت آمد همگی سفید گردانیدند، همگی میترسیدند و حق ترسیدن هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في العرض 70 ذراعا، حتى ببین 70 ذراعا يلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند از دهشت قیامت است یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند، هیچ کس دهان گشادن نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حق سخن گفتن نداده باشد، هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می‌افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کاری کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از جمله یکی از این گروه ها شما باشید. یکم چی گفتن؟ امام عادل، یکم امام عادل، یکم پیشوای عادل، یکم شاه عادل. اگر با خلق خود، با مردم خود اگر عدل داشته باشد، رعیت حق پایمال نکند، غمخوار با مردم باشد، اینا میگن امام عادل، اینا میگن شاه عادل. این چی میشود؟ این از گروه آن کسانی هست که روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار جایگیر میشود. حضرت عمر رضی الله عنه
وقتی که بالای منبر برآمدند، روزی که مردم باید شاه اعلام کرد، بالای منبر برآمد، سخنرانیش قید کرد. از این روز اعتبارا من خلیفه مسلمان ها هستم، من امیر المؤمنین هستم، من شاه همه شما هستم، لیکن قسم به خدا کو حق ضعیف از قوی میگیرم، حق آدم مظلوم از ظالم البته اخذ میکنم میگیرم. بنده های خدا گفت در حق هیچ کس ظلم نکنه، قسم به خدا همی هیچ کنا میکنم میخورم. فقط آن چیزی که خدا و حبیبی او گفتن از خط کشیده اون من بیرون نمیشوم. لیکن حضرت سخنرانیش عملی گردانیدن. بیایید تماشا میکنید و عدالت های حضرت عمر چی عدالت ها کردن. حضرت مردم مکه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدن شکایت کردن، ای امیر المؤمنین ها، ای امیر المؤمنین ها، ابو سفیان ابن حرب یک جویبار ساخته است که اگر باران باشید در بارد، آبی که وی جویبار ساخته است خانه های ما را خراب میکنه. ابو سفیان شاید که شما نشناسید، خدا رحمتش کند، آخر در مسلمان شدن، لیکن در اول دشمنی سرسخت رسول اکرم بودن. ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ها بسیار هستند، این از همون ابن حربش بود. کسی بودن که لشکرکشی در جنگ احد که همه که پیغمبر حضرت امیر حمزه کشته شد به سرداری ابو سفیان بود. کسی بود که در جنگ احزاب سرلشکر بودند، همیشه با پیغمبر خدا سرسختانه دشمنی می‌ورزیدند، همیشه در قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. کسی بودند که زن او هند نام داشت، هند ابن عتبه. امیر حمزه هم زن ابو سفیان پیش لشکر بود و خود وحشی که با نیزه امیر حمزه را زده قتل کرده بود، با مکافات ها و با همون گویم که جایزه هایی که زن ابو سفیان اعلام کرده بود، وحشی به خاطر همون مکافات ها امیر حمزه را قتل کرده بود. هم زنش داشت دشمنی میکرد، هم خودش دشمنی میکرد، زیرا که امیر حمزه پدر هند، یعنی گویم که خسر ابو سفیان عتبه را در جنگ بدر قتل کرده بود. این گویم که قصاص به خاطر پدرش گرفته بود. لیکن تقدیر رو ببینید، ابو سفیان دختر او رمله که با ام حبیبه مشهور بود و که بعد زن پیغمبر خدا شد، ابو سفیان خسر پیغمبر خدا شد. همین ابو سفیان که مکه مکرمه را سرداری میکرد، سردار قوم بنی امیه بود، همون مردم مکه ابو سفیان را اطاعت میکردند. وقتی این شکایت به عمر آوردن، عمر یک چند نماینده ها را گرفت و به جای جویباری که ابو سفیان کنده بود آنجا حاضر شد. نگاه کرد که در اصل یک جویباری ساخته است که خانه خودش از همه آب و باران نجات می آمد، لیکن ضرر به مردم مسلمان می شود، ضرر به بنده های خدا می شود. عمر این چیز را احساس کرد، ابو سفیان حاضر کرد و ابو سفیان را به نزد من دعوت کنید. وقتی آمد گفت این چی هستی تو ساخته؟ این عدالت یا عمر است؟ این چیز تو ساخته؟ گفت جویباری ساختم. گفت میدانه که این وقت باران و شدت بارد آب این سر می شود، خانه های مسلمان ها ضرر می بیند. خمشا گفت خمشا این حوضی که از داخل برآوردی محکم کن، سنگه هایی که جویبار کردی با دست خودت همه کیش به هر طرف حواله کن. ابو سفیان خم نشد، خود تنها جویبار را باز کرد. جویبار آنچنان ساخت که به ضرر هیچ مسلمان دیگر نبود. حضرت عمر میگوید جانب قبله گشتند، گفتند هزارها شکر به سوی تو میکنم ای پروردگار. زمانی که ابو سفیان
در مکه مکرمه حکمرانی میکرد و این عمر اطاعت ابو سفیان را گوش میکرد. امروز خدا چنان موفق گردانیده که عمر ابو سفیان را فرمان میدهد، ابو سفیان اطاعت اون را میکند. حضرت عمر رضی الله عنه و سوی پروردگار شکرانه را به جا آوردند. شب میکرد کوچه های مدینه سیر میکردند. این از عدالت حضرت عمر است. حضرت بسیار توجه زیاد به خانه ها داشتند که در خانه ها چی سخن ها می رود، کدام خانه کمبود دارد، چی کمبودی ها در خانه ها وجود دارد. بسیار جستجو میکرد تا که روز قیامت مبادای پروردگار از حساب یک بنده خدا او را در عذاب عاقبه گرفتار نکنند. وقتی آمد نزد دیوار البته دیوارهای دعوه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ما و شما معلوم است که بسیار عادی بودند، این گونه دیوارهای بلند نبودند. حضرت عمر از بالای دیوار نگاه کرد که بسیار یک خنده بسیار از داخل این خانه برآمده ایستاده است. از سر دیوار پرید وارد خانه شد. نگاه میکند یک مرد صاحب خانه همراه زن خود در پیش یک ظرف پر از شراب خود داشتن و از همون نوشیدنی ایستادن. حضرت عمر این حالت دیدن، این منظره را دیدن، گفتن ای بنده بدبخت خدا، آیا تو میپنداری که این عمل را که در تاریکی میکنی، این عملی که پس پرده ها انجام می‌یابد، این عملی که در تاریکی انجام می‌یابد، این خدا نمی‌بیند؟ آیا برای این طور خداوند روز قیامت جزای بد می‌دهد؟ این صاحب خانه گفت، عمر گفت اگر من یک گناه کرده باشم تو 3 گناه کردی. ببینید اگر من یک گناه کرده باشم که عرق می نوشم، برای این من برای حد زدن تیار هستم، برای توبه کردن به سوی خدا تیار هستم، لیکن تو امیر مؤمن ها 3 گناه کردی. حضرت عمر وقتی از کسی که یک مقابلی سخنش چیزی را میشنید در حال از بین سخنش را گوش میکرد. چی گناه کردم؟ گفت الله در قرآن میگوید ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافسوکار نکنید. برای چی آیت قرآن را بیان کردید؟ برای چی تو جستجو میکنید؟ برای چی خانه من وارد شدید؟ برای چی؟ ولی بنده های خدا امروزم ما با شما بسیار جستجو میکنیم، بسیار مسئله ها را، بسیاری از حیات ها مانند، بسیاری از بنده های خدا را هم تاریخ حیاتشون را جستجو میکنیم و رفت میزنیم. ولی امروز بعد از ما و شما و تاریخ عزیزای خدا را چکه شده ایستاده که حتی که عزیزای خدا را، دوستایی که در راه خدا خدمت کردن، تاریخ همونها را درست را برمی‌دیم. تمام کردیم، همه کارا را درست کردیم، همه عبادت ها تمام شد. الله در قرآن و سوره حجرات ولا تجسسوا، جستجو نکنید، گفتگو نکنید. حضرت عمر تو آیت قرآن را بیان کردی، برای چی جستجو میکنید؟ برای چی خانه من وارد شدید؟ حضرت عمر گوش کرد. دویم گفت پروردگار میگوید وقتی خانه یک برادر مسلمان می‌درآیید با طریق دروازه درآیید، با طریق دیوار ندرآیید. برای چی از بالای دیوار من درآمدید؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گناه. سوم گفتن الله در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. این پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، هر وقتایی که شما میخواهید که به خانه‌ای که خانه‌های شما نیستند، وقتی میخواهید وارد خانه شوید، تا اگر اجازت نگیرید وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. به اجازت
واردی خانه یک برادر مسلمان نشوه. اجازت چیست؟ اجازت این است: السلام علیکم و رحمت الله. آیا اجازت هست من فلانی ابن فلانی هستم واردی خانه تو شوم؟ این اجازت است. یک بار میگویم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. این حدیث متفق علیه است. سه بار اجازت خواستن است. اجازت داد وارد خانه شو، اجازت نداد اصلا. یا اگر در خانه کسی نباشد که صدا نداد هرگز وارد خانه نشو. سه بار است. خدا رحمت کنه قیس ابن سعد ابن عباده را دیگر بار پیغمبر خدا وارد خانه من شدن و حبیب خدا عجیب عادت داشتن وقتی در راست در می آمدن در راست در نمی ایستادن، یا قسم از راست در یا از قسم چپی در می ایستادن، وارد خانه را نظر نمی کردن و زنها و آن کسانی که در درون خانه با آنها نظر نمی کرد، فقط بلند می گفت. خانه وقتی که خانه قیس آمد ابن سعد ابن عباده در السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای قیس من حبیب خدا محمد هستم، اجازت هستی وارد خانه تو شوم؟ معلم رو ببینید حضرت قیس میگوید من که حبیب خدا را دوست نداشتم صداش شنیدم، آهسته گفتم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حبیب خدا جواب سلام من را نشنید. دوم بار گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ قریب باز جواب گفتم، لیکن آهسته گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا در این خانه من سلام زیاد رساند. به خاطر گفتم که درود و رحمت پیغمبر خدا و جانب قیس و جانب خاندان او زیاد شود. باز خاموش ایستادم. باز جواب گفتم سلام با حبیب خدا باز سلام دادم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای قیس اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ خاموش ایستادم. جواب سلام است گفتم، لیکن نگاه کردم که پیغمبر خدا که هیچ جواب از خانه من نشده، در حال پشت گرداندند و رفتند. دوان از خانه بیرون برآمدم، پیش راه گرفتم گفتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من سه بار جواب سلام به تو را گردانیدم، لیکن خواستم که در همین نزد دروازه من برای من اولاد من همین سلام و درود و پیغام تو زیادتر رسد و این خاطر من جواب سلام تو را بلندتر ندادم. این حدیثی است که ابو داود روایت کردن. مثلا از این حدیث ها معنا چیست؟ معنا این است که ماها باید همچنان خلقیتون کنیم. امروز میلش دروازه های مستحکمن، ما میتونیم با واسطه صدا دادن با واسطه همون صداهایی که نزد هر یک در هست، اکثری درها دارد که وقتی زیر میکنی صدا در خانه میشود، همون اجازت پرسیدن است، همون هم اجازت پرسیدن است. لیکن وارد خانه یک مسلمان شدن به اجازت، حبیب خدا گفتن اگر شخصی که در یک مکتوب برادرش یا در یک کتاب برادرش به اجازت نظر میکند، به اجازت نظر میکند، او همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است، همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است. باره راوی حدیث میگن پیغمبر خدا در خانه نشسته بود که یک شخص از پیرزن میگن آمد و خانه پیغمبر را تماشا کرد. رسول اکرم همنشینان میگن یک نیزه در دست داشتن، آنچنان به سرعت از خانه بیرون شدند که گمان کردند اینکه با این نیزه همون انسانی نظارت میکرده را میزنند. و رسول اکرم گفتند اگر گفتند هر یک شخصی که به اجازت، اگر یک شخصی که از شما اجازت نگرفته نظر به خاندانتون میکند، برای تو حلال است که چشم او را کبانی در نزد شریعت قصاص ندارد. برادران عزیز و گرامی، اجازت وارد شدن خانه به خاندار اجازت نیست.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم والدخول علی النساء، بر همه شما تأکید میکنم که در خانه که زن تنها باشد وارد خانه نشوید. فقال رجل من الانصار، یک مرد از اهل مدینه از جاش که گفت حبیب خدا، درباره آن کسی که برادر شوهر است، بچه شوهر است، یعنی برادرهای شوهر یا بچه برادرهای شوهر یا بچه عمه یا بچه تقاری، در حق اینا چی میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از همه دیده خطر کلان اینها دارد گفتند، زیرا زن گفتند با اون مرد بیگانه که وارد خانه میشوند آنقدر گوییم خطر ندارد، زیرا که زن با این مرد ناآموخته است، تا با او عادت بکند که شاید که ساعتها گذرد، لیکن با این شخصانی که نزدیکان او هست و میتوانند که درها نزد اونها آیند، با اونها گفتگوزار کنند. وقتی زن همراه یک مرد بیگانه وقتی نزدیکی شدن عاقبتش برای همه ما شما معلوم است. این مرد رسول حضرت عمر رضی الله عنه انا همین گفتند که تو سیوم چیز خطایی که کردی این بود به اجازه وارد خانه من شده. حضرت عمر اینها را گوش انداخت و گفت اگر من تو را بخشم و سیری تو را اگر در بین مردم آشکار نسازم آیا تو مرا هم میبخشی؟ این هم از جمله چی بود؟ از جمله تواضع حضرت عمر، از جمله عبارت حضرت عمر است. این مرد جمله بیان کردن ولی گفتن امیر مؤمنها اگر تو مرا در بین بنده‌های خدا شرمنده نسازی منم از این خطاها و گناهایی که تو کردی من هم در میگذرم. باید در کلبه خود نشسته بود، حال مردم محاکمه میکرد، دفترها در پیشش بود مینویشت، چیزی قید میکرد و ناگاه در تفتق شد میگوید حضرت علی رضی الله عنه وارد این خانه شدن. وقتی که وارد خانه شدن حضرت عمر گفتن میخواهی که علی گفتن برای کاری خودم آمدی یا برای کاری عامه مردم آمدی؟ برای چی آمدی؟ گفت برای چی این سوال را از من بکنی؟ گفت به خاطر اینکه اگر به خاطر کار مردم آمده باشی این شمعی که در پیش دارم این مال بیت المال است، این مال مردم مسلمان است، این خاموش میکنم در کار، یعنی برای خاطر کار مردم باشد اینا گرفته به پیش تو میارم و صحبت میکنیم. لیکن اگر برای کار شخصی خودت آمده باشید پس این شمع این مال مردم است، این از حق بیت المال است. من حقوق ندارم که این مال بیت المال در صحبت شخصیت ها استفاده برم و این خاطر این خاموش میکردم و نزد شما میآمدم. این هم از عدالت های حضرت عمر است. در صحیح بخاری خواندم یک حدیث را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اگر گفتند در امتهای پیشین شخصانی بودند که به اونها الهام می آمد، اگر این گونه مرد در امت من باشد هر آینه عمر است رضی الله عنه. این در صحیح بخاری قید می شود. الهام به عمر می آید. سخن حضرت عمر سخن خداوندی پیش از آنی که رسول اکرم نزول او را می خواند، پیش از آنی که آیت القرآن می خواند، الله که حضرت عمر دوام او را نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم می خواند. یعنی الهام او را من از کرامات می دانم. انشاءالله یک چند کرامات دارد. من جمعه آینده برای شما کرامات های حضرت عمر و مرگ او را خبر می دهم و بعد از این انشاءالله باز صحبت های ما و شما البته چیزی که در نقشه ها باشد همونه به گوش شما انشاءالله می رسانم. اینک البته مهمان ها هم رسیدن و در اینجا من صحبتم را قد می سازم و انشاءالله صحبت را به
مهمان‌های عزیز و گرامی مرحمت، سلام علیکم. خوش آمدید. مهمان‌های عزیز و گرامی که امروز در شهر ما و شما به حیث مهمان، به حیثیت خبرگیری، به حیث یک دعا کردن در حق همه ما و شما حضور دارند، جناب مفتی هستند و جناب بابای ایشان سعید جانم حضور دارند. انشاءالله صحبت به برادرها تقدیم میکنم. هر چیزی که اگر خواسته باشند، چیزی که برای شما میخواهم بیان کنم، انشاءالله گوش اندازه و بعدا انشاءالله نماز میخوانیم. بسیار حضرت خوش آمدید، بسیار خوش آمدید. از مرحمت اگر جناب مفتی انشاءالله بسیار انسانی خوب و انسانی نیک و بسیار خدمت ها هم الحمدلله امروز در جامعه ما و شما، در دین ما و شما کرده ایستادند و این سفر شدن به همینجا آمدن به خاطر خدمتی در دین است، خدمتی در اسلام است. از روی غمخواری به این مسجد ما آمدن. انشاءالله این سخن ایشان رو گوش میکنیم.